ابن قیم رحمه الله میفرمایند وقتی در نماز میگیم الله اکبر، در اون لحظه الله سبحانه و تعالی چهرش رو بر میگردونه و به اون شخصی که در حال نماز خوندن نگاه میکنه و اون نوری که در چهره انسانهای مؤمن میبینی به خاطر نور الله متعال. و ابن قیم رحمه الله میفرمایند 6 روش وجود داره که انسان بتونه از نمازاش لذت ببره. 1. اخلاص، یعنی نمازات فقط به خاطر الله متعال باشه. 2. نمازت به روش پیامبر علیه السلام باشه، یعنی هر جوری که پیامبر علیه السلام نماز میخوند به همون شکل نماز بخونی، چون الله متعال هر حرکت پیامبر علیه السلام رو دوست داره و اگه ما هم به همون شکل نماز بخونیم الله متعال ما رو هم دوست خواهد داشت. 3. ببین در نمازت احسان وجود داره. احسان یعنی این که تعبد الله کانک تراه، جوری الله رو عبادت کنی که انگار داری نگاش میکنی. 4. وقتی در حال نماز خوندنی اینو بدون این از فضل و رحمت الله متعال که گذاشته در مقابلش بایستی و براش سجده کنی و نمازت رو بخونی و اگه نمازات رو سر وقت میخونی اینو بدون الله متعال دوست داره. 5. ادب، وقتی در حال نماز خوندنی جوری بایست که انگار در مقابل پادشاه ایستادی، هیچ حرکت بی جایی انجام نده. 6. هر چقدر نمازت رو به بهترین شکل خوندی بازم اینو بدون که حق الله متعال رو نتونستی ادا کنی. به خاطر همین ما بعد از هر نمازی میگیم استغفر الله استغفر الله استغفر الله. وقتی همه خوابند در تاریکی شب بنده های مؤمن بیدار میشن برای نماز شب و زمانی که نمازشون رو به پایان رسوندن شروع میکنن به گریه کردن و استغفار کردن. چرا؟ چون میدونن اگه تمام عمر رو عبادت کنن نمیتونن حق الله متعال رو ادا کنن. سلام علیکم.